روسری تو بردار بیار که میخوام این درگ نقابدار ترند رو بهتون آموزش بدم. فرقی نمیکنه، هر روسری که قوارش رو دوست دارین رو بردارین و از وسط تا بکنید و بالاش رو برش بزنید. بعد از اینکه برش زدین یه تیکه رو برای نقاب میذاریم کنار و پارچه اصلی رو هم کنار میذاریم. یه کلاه میتونید بردارید که بتونیم از نقابش الگو برداریم. اگرم کلاه ندارید از این صفحه یه اسکرین شات بگیرید که الگوش رو داشته باشید. وسط کار رو هم میایم علامت میزنیم 8 سانت میایم بالا و به صورت هلال به هم دیگه متصلش میکنیم. حالا میایم دور تا دور الگو رو برش میزنیم و از روی همون الگومون یه تلق ضخیم هم برش میزنیم. از اون تیکه هم که گفتم برای نقاب کنار بذاریم میایم این تلق رو روش قرار میدیم و با زاپاس 1 سانت برش میزنیم و به اندازه همون زاپاس 1 سانت دور تا دور رو دوخت میکنیم. اضافه درزها رو کم میکنیم. کار رو به سمت رو برمیگردونیم. تمام درزها رو به سمت بیرون هدایت میکنیم و یه اتو کاملا به روی کار میزنیم. حلق رو کاملا داخل این نقابی که دوختیم قرار میدیم و میام از روی کار یه دوخت با پایه نیم سانت میزنیم که فقط این فیکس بمونه. میام از همون اضافه روسریم یه نواری رو به پهنای 4 سانت، طولش هم حدوداً 30 سانت برش میزنیم و میام از کناره ها به وسط تام میکنیم و یه اتو بهش میزنیم حالت نوار اریب در بیاد. میتونید که از نوار اریب آماده هم استفاده بکنید. حالا این نقاب و ما بین این نوار اریب قرار میدم و یه دوخت میزنم. حتما سوزن بزنید یا کوک بزنید که براتون راحت تر باشه. حالا روسری اصلیمو میارم، لبش رو به اندازه نیم سانت تا میزنم و یه دوخت نیش روش انجام میدم که تمیز دوزی کارم انجام بشه. وسط نقاب و وسط روسری رو پیدا میکنم، روی هم فیکس میکنم و از سمت روسری میام به پهنای همون نوار اریبم دوخت میکنم روی کار. حتما بچه‌ها از نخ همرنگ استفاده کنید. من برای اینکه توی ویدیو کامل مشخص باشه از یه رنگ دیگه استفاده کردم. بعد از اینکه کارو فیکس کردم میام همون لبه کارو به پهنای نوار اریب دوخت میزنم. بعد از اینکه دوخت زدم میام لبه روسری رو هم از داخل به پهنای همون نوار اریب تا میزنم و یه دوخت روش انجام میدم که لبه روسریم هم تمیز باشه. این همیشه از نتیجه کار میتونید با پارچه‌های توری و گیپور و حریر هم این روسری رو دوخت بزنید. برای آموزش بیشترم حتما به پیجم سر بزن. اگر این آموزش رو دوست داشتی ممنون میشم لایک کنی و برای دوستانت هم ارسال کنی.